السلام علیکم دوستان محترم. درس نوم قاعده نورانی است. تخته نمبر 7. کڑا زبر کڑا زیر الٹا پیش، یا زبر ایستاده زیر ایستاده پیش چپه. دوستان محترم، زبر ایستاده به اندازه یک الف مده کش میشه، زیر ایستاده به اندازه یک یای مده و پیش چپه به اندازه یک واو مده کش میشه. با ایستاده زبر با ایستاده زیر بی، با چپه پیش بو. یا ایستاده زبر یا ایستاده زیر یی، یا چپه پیش یو. را ایستاده زبر را ایستاده زیر ری، را چپه پیش رو. میم ایستاده زبر میم ایستاده زیر میم چپه پیش مو. دوستان محترم، در درس های قبلی گفته بودیم که اول حرف میخوانیم بعدا حرکت. سعی کنین. لام ایستاده زبر لام ایستاده زبر لام ایستاده زیر لی، لام چپه پیش لو. واو ایستاده زبر واو ایستاده زیر وی، واو چپه پیش وو. امی درس امروز ماست. دوستان محترم، کوشش کنین تا با آخر بخونین. مشکل نداره، آسان است. اگر در درس های گذشته مشکل داشتین یا هم سوالی بود میتونین در واتساپ روان کنین، انشالله براتون جواب میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.